سلام و درود بر بچه، حالتون چطوره و خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل محمد ایکسل. من محمدم و اومدیم توی این ویدیو با هم بریم یه مقداری به موتورمون برسیم. یه مقداری سرحال نیست و اوضاع خیته، باید بریم بهش برسیم و سرحالش کنیم. اگر خوشتون میاد میتونید سابسکرایب کنید و لایک رو هم بزنید. خب دیگه حرف نباشه و بریم سراغ موتور. خب اومدیم بیرون، ببینید واسید نشونتون بده. این خیلی مدت من دارم اینجوری بدون چراغ عقب میگردم، به شدت زشته. این هم که مال ویدیوهای قبل بود، بالا و اینا نمیسوزه اینا بچه ها. این همونجوری که میبینید رنگا هست. چراغ جلوش هم یه نمه ریپ میزنه، بعضی وقتا خاموش میکنه. و روغن موتور و این دسته هم که اینجوری این دست خیر بالا پایین میشه رو باید درست کنیم. بزنید بریم شروع کنیم. خیلی خوب بچه ها، من این دوتا رو گرفته بودم براش از قبل. خب این کاسه پشتش و تلقه روش، ولی اینا رو هم مچ نیستن، یعنی اینا به هم نمیخورن. و گفت دو مدل داریم و هر دو مدلش هم به این قاب استیل پشت نخورد. و جدا از اینکه اینا به هم نخوردن، حتی اینم به پایه موتور نمیخوره. یعنی باید بریم سراغ بریدن و دریل و از این حرکت ها. خیلی خوب بچه، این دوتا ببینید، این دوتا رو وقتی که رو هم میذاری، از این بخش بغل یا پایینش حالت یا این اضافه داره یا این کوچیکه. خیلی خوب بچه، این پس از یکم تلاش فیکس شد سر جاش. و اینم پیچش مشکلی دیگه است، مثلا اینم به اون نمیخوره. بچه این پیچ وقتی سوار باشه بره سر جا، باید این انقدر پایین تر باشه. این انقدر پایین تر یعنی چی ساختی؟ خیلی خوب بچه، یا خدا زدم همه چی انداختم. درسته با هزار بدبختی و اینا، ولی من این جا زدم و طوری چسبوندمش که یه دست انداز اول رو رد کردیم نیفته. و خب حالا باید بریم پیچش کنیم و یه لیمکاری ریزی هم داریم. بریم سر وقت موتور. خب یا بذار من بیام آقا سرم. ببینید من تو چه وضعیتی براتون فیلم میگیرم. موتور رو کردم تو کونه و شیشه که بشه بذارم اون پایین فیلم میگیرم براتون. خب این از این روغن این خالی بشه که بعد بریم برای مراحل بعد. خب بیا باید با یه ضربه سامورایی یه داشت اینم ضربه سامورایی. کمارم کجا زوم میکنی؟ علی من خستم، تارو درار فرار کرد. داش علی بو برگرد تارو درار. بیا ترمز رو درست کن، من خستم دیگه. این ترمزش خرابه تا اون تعمیره. یه کمی هم گند زدیم به اینجا فیکس شد. داش علی داره ترمز رو درست میکنه، من دیگه خسته شدم دیگه. داش ما پیریم
میدون رو بذاریم برای شما جوونا. میدون رو بذاریم برای شما جوونا. خیلی خوب باره بچه اووردیم لنتا کوشو ندیم. لنتا صافن اصلا برق میزنه کلش قد صافه آهنه دیگه اصلا. خیلی خوب بره بچه بیارش بابا نشونش بدم. فیلم هم نگرفتیم. اینم لنتا جدید شبیه خاکه چرا شبیه گله انگار گل چسبوندن بشه. آره ولی ترمزش الان به قول خودمون میخ میشه. ترمز میخ. خیلی خوب این نما بهتره اما موتور هستش. یه دست زنجیر ستاره هم میخواد. دوشگی زحمت افتاده دست تو روغن دانش هم کج شده. بشون